سلام بچه‌ها، چطوری؟ من مهدی هستم. اومدم با یه ویدیوهای خیلی ممنون. بازی اسم این بازی از وای یعنی 5 شب بخوری دووم بیاد. ما تنفری که باید کنیم بعد باید 5 شب دووم بیاد. بعد تصمیم خیلی بازیه مرموزی هستش. پس قبل از این ویدیو حتما کانال رو سابسکرایب کنید. زیر میاد یا این زیر یا بالای چپ هر لایک کنید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله هم بزنید هر وقت براتون بیاد. پس بدون مشغولید بریم سراغ ویدیو. Let's go 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 go. خب بچه‌ها، همه که دارین می‌بینین این تصویر بازیه. الان ما که می‌دونین نیو گیم یا کانکت شب دوم. خب ما می‌دونیم نیو گیم. یس. حیولای بدقیافه، حیولای بدقیافه. امینو یارت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله. بچه ببینین نمیشناسم این اردک، اینم بابا نه خرگوش مهربون، اینم ببری خرس هست. خب بچه تا ببینین دیگه جلو در آخش. خب بچه میبینه که یه پنکه داره بیا نور میندازیم چپ و راست بالا پایین چپ ورزش کن. چی شد؟ من تکون نخوردم. این خیلی علامت خوبیه. مثلا به شب دوم میتونیم برسیم بچه‌ها. ما تا ساعت 6 بعد دووم بیایم. الان ساعت 12 نصف شب. یعنی که این که نشد قانون که بچه‌ها. خب بچه‌ها ما تا ساعت 1 باید چیکار کنیم؟ شارژم شد 91. شیاطین بالا بیاد دیگه یکی طور بدا چه پر رو نک خدایا چرا نمیاد تا عنکبوت واسه پشما. بیاین دیگه حرکت کن. آخه ساعت 1 صبح شد. هر وقت زمان بگذره هر اتفاقی ممکنه بیفته. هر ممکنه زود بیام، هر اتفاقی ممکنه بیفته. الان این 3 تا خرس اردک خرگوش فندقی الان نیومد. یا اول فرس برقا داده بگیره بچه‌ها، برقا داره بگیره. بچه‌ها تا موقعی که اینا یکیشون بیان ما سوره حمد رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. خب باشه اگه شده هم نمون گرفت اینو ترکت نمون. تلس شدن از ما میترسن. از ما مترسن. خیلی هم ترسون. آخه نگهبان بی ادب بی نشان، چرا این عکس اینا اینجاست؟ بکن پنکت رو قطع کن. الان که داره شارژ مصرف میکنه. اصلا این نقاشی ها چیه؟ برو خونه. منوی در آبازه فرار کن. let's go. پول مهم نیست، پولت مهمتر از همه چی، مگه نه بچه ها؟ اگه موافقین حالا کامنت ها بنویسین. آقایی که داره نگهبانی میده
جونش مهمتره تا خودش. یعنی چی جونش به خودش نفهم. این خیلی ترتیب، من میترسم دارم موهای دلم از یه خجال. ساعت 2 شد. یا ابوالفضل خرگوشه نیست. ها یا ابوالفضل اینجاست. یا ابوالفضل خرگوشه ببین چقدر زشه. برو گفشا برو نکبت باشه. داره خطری میشه. بعید تا ساعت 3 تا 6 دوامه من خیلی اصلا امکانش خیلی کمه بچه ها. امکانش وحشتناکه. یا ابوالفضل این چی بود دیگه من دیدم. برو گفشا نکبت. بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس من شر وسواس الخناس الذي يوسوس في صدور من الجنة والناس. آخه شما حرکت نکنم حواسم به تو هست. نیستش تو صلاح اجتماع. یا ابوالفضل اومد جلوی در 5. یا ابوالفضل اینه دیگه. یا ابوالفضل یا رقیه برافشا نکبه ماشه سده. ببینین من فکر کنم هر چند ثانیه جواب بده. اگه خیلی خطرشه من دلار رو قفل میکنم. ببین گفته دور ابوالفضل کجا رفتی؟ یا ابوالفضل این چه تو صورت ما برو گوشا برو نکبه. یا ابوالفضل کجایی؟ دوتاشون نیستن مگه میشه؟ حرکت کردن. یا ابوالفضل یا ایشی نوبت میگم خونه بخواه بخوری بیا نکبه. دو میاد که بچه دو میاد. یک دلمه قطع شده. تسلیت میگم بچه ها قراره بمیریم. برو همش بچه هم صدا رو کم میکنی. ما هم اینجا اینو قطع میکنیم. یا ابوالفضل خرسه بد نگاه میکنی ها. زشتی نگاه میکنی. کجا کار داری؟ بیا با هم بریم. غذا میخوای؟ غذا ندارم. یا ابوالفضل دوربین قطع شد. اینم قطع شد. اینم قطع شد. آشه من درار میبندم. مهم هر اتفاقی افتاد برای من مهم نیست. چه مرگته؟ یا ابوالفضل فرار کن جون درجه مهمتره. فرار کن. خیلی استرسی شد بچه. ببین دم در از همه چی مهمتره. خب اینا نیستن دم در. یا ابوالفضل ببین ساعت 5 من درا رو میبندم. ساعت 5 من درا رو میبندم. 1 ساعت. این دیگه نبلاشی خانوماست. خجالت بکش اردک بی فرهنگ. ساعت 5 شد دیگه. چرا 5 نمیشی؟ 5 شد جون مادرت. 5 باشه داشتی سرانه کجا بود؟ ای کن بد نگاه میکنی نگانا بیادب. حاجه شب 5 شد دیگه درسته؟ درها بسته میشه. خب نیستش. نه نبندیم توی شایمون زیاد مصرف میشه. دوربینا بدش میپاییم. یه صدایی میاد آخه. یا نچرخ. چی میخوای؟ برو گمشا بیادب. ابوالفضل بسم الله الرحمن الرحیم. بچه‌ها دیگه آخرش خیلی بد بود که اومد تو دوربین. خب بچه‌ها مرسی که ویدیو رو دیدین. تا ویدیو بعدی
خداحافظ. البته ویدیو بعدی من فردا میگیرم، من همینطوری هر روز ویدیو میگیرم، ویدیو کوتاه هم همراهش میگیرم. بچه مرسی ویدیو رو دیدین، حتما چنل رو سابسکرایب کنید، زنگوله هم میتونید لایک هم کنید. من که ویدیو دیدین، خداحافظ.